بلاگران خائن را بشناسید. هر دوی اینها خائن و دروغگو هستند. اهمیت دادید؟ از بین بلاگرها فقط همین 2 نفر را می‌بینیم که با شعار وطن دوستی هر کسی را که پسندشان نآمد به هر گروهی نسبت می‌دهند و خائن ملت اعلان می‌کنند. حتی در نوارهایشان آشکارا تهدید می‌کنند که فلانی ایگل است و فلانی تروریست است. پروایی ندارند که وقتی یک نفر به همین خیل گروه‌ها نسبت می‌دهی، خانه‌اش می‌سوزی و روانه زندانش می‌کنی. پدر و مادر و اولاد او را در غم گرفتار می‌کنی. همین ایوب خودش آشکارا میگه که در کلازردا به ضد چند نفر زیاولینی نوشتم. یعنی تاجیکای خودش در کلازردا فروخته. آشکارا بر ضد حجاب برآمده گپ زد. همتون دیده. ایدیبک تو خودت یک انسانی بداخلاق و فحشگو که تو را گپزن مردم کرده که در امور مردم دخالت میکنی. واقعا خائنای ملت همینها هستند که روز به روز آشکارتر شده ایستادند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند بر مردم زمان می‌آید که انسان دروغگو راستگو شمرده می‌شود و انسان راستگو دروغگو شمرده می‌شود. انسان خائن امین و امین خائن شمرده می‌شود. در آن زمان انسان‌های پست و فرومایه گپزن مردم می‌شوند که در امور مردم دخالت می‌کنند. روایت احمد و ابن ماجه. می‌بینیم که اینها یک انسان‌های بداخلاق و فحشگو گپزن مردم شدند که در امور مردم دخالت می‌کنند. هر کسی را خواهند به گروه نسبت می‌دهند و هر کسی را خواهند تهدید می‌کنند. حالا اینها با هم جنگ و دعوا دارند که در نتیجه کی بودنشان را آشکار کردند. از جنگ و دعواهای خودشان معلوم شد که اینها کوراتور دارند. یعنی با فرمان کسی اینقدر می‌جکند و خود را وطن دوست می‌گیرند تا مردم آنها را باور کنند، ولی در اصل اینها خبرکش و خائن ملت هستند که حیات جوانان را می‌سوزند. ان شاء الله آینده نزدیک خداوند خودش اینها را شرمنده و رسوا می‌کند.